امروز سنه 14 ایول میان دسته‌های فوتبالی خوجند شهر خوجند و شرکت سوغورتوی بیمه شرطنامه همکاری به امضا رسید. شرطنامه مذکور یک سال عمل میکند. در این مدت خراجات فوتبال بازی دسته را شرکت سوغورتوی بیمه روپوش میکند. بچه‌مون اکرام نمیخواد یا اگه نبی جوی رفته کاستی میخواد ما همش پروفسیونالی پخته شده هست. تنخیصی اصلا تاکتیک و تنخیصی نیست. چند قدر که باید بناش خود شرکت باشد خود یک فوتبال کمانده باشد چقدر که شما مبلغ جدا کنید مبلغ وای کنید سوال کام نمیرسد بی مبلغ فوتبال پیش رفته نمیتونه یا اینو پروفسیونالی اولین مرتبه در تاریخ دسته فوتبال خوجند به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. اجرا کننده وظیفه دیرکتوری دسته میگوید که دسته فوتبال خوجند در مرحله 8 نهایی با دسته سعودی جمهوری ازبکستان بازی میکند. بازی دسته ها سنه 17 آگوست در ورزشگاه 20 سالگی سخت‌نادی شهر خوجند برگزار می شود. در مورد دسته فوتبال سعودیانه دیرکتور دسته فوتبال خوجند چنین ابراز عقیده نمود. دسته سعودیانه البته دسته پرقوت است همه طرف هم از طرفی مبلغ گذاریشون شرایط موردشون فوتبالیستو به حد مهارتشون بالا لیکن ما در نزد بچه‌ها وظیفه گذاشتیم که ما باید بازی پخش خود در خوجند شد خود در شهر جیزخ شد ما باید بازی رو بریم مقصد همین. شرکت بیمه نه تنها با دسته فوتبال خوجند اینشین با یک قطار دسته‌های فوتبالی جمهوری تاجیکستان همکاری زیست دارد. به غیر از این شرکت ورزشکاران نمودی گوناگون را دستگیری میکند. گفته میشود که برای فرستادن یک ورزشکار به اروپا $30,000 مبلغ لازم است. مبلغ مذکور برای رفت و آمد، مهمانخانه و کمک طبی هنگام برداشتن یگان جراحت صرف می شود. Это действительно поддержка национальной сборной наших клубов. Как вы знаете, у нас успешный клуб есть ФК Худжанд, который выступает в Лиге Африки, это Лига Европы, да, среднеазиатская. Если сравнить, да. Да, Истеклол, ЦСКА и другие наши команды. То есть у нас спектр, начиная с юношеского футбола, заканчивая, допустим, то же самое боксеров, олимпийцев. Ежегодно мы очень тратим большие суммы, чтобы поддержать наших. در نشست مطبوعاتی قید کرده شد که اگر دسته فوتبال خوجند شهر خوجند به مرحله چهارک نهایی راه خواهد گیرد آن وقت دسته با تیم هندوستان رقابت میکند. یادآور میشیم که دسته خوجند در مرحله گروهی دسته کپیدک ترکستان را با حساب 3-1 شکست داده با دسته دردوی قرقیزستان مساوی 0-0 انجام داده بود. گزارش مهرانگیزی عبداحد و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.